استاد شما گفت که اصلیتش اه، فامیل دهواری شما بله. در مردم از منطقه جاهای مختلف پیدا یک دیشی بود. یه ده هم ممکنه مثلا کسانی بودن که از سازمان حالا اداره هر چی بشنش. درست یه همایشی ساشته با عنوان چند وقت پیش در یک از کلاسان گفت اصلا فامیل یه چیزی که بعداً سرمایشش داد. که قدیم بیشتر مهاجر بوده. مهاجر از جاهای مختلف. شما گفت که اصلیتش فامیل دهواری شما بله. در منطقه اسپیچ و محمدی و زنگیان و اطرافا دهک و زنگیان و درست. خلاصه روسا زده از دهک درست. تا زنگیان. اشکنا بو درباره ما درباره دهوار زمین و همه فامیل دهواری و اقوام دهواری فرما یکم خبر کنید. باشش. اجازه بده من شروع بکنم به یک سمینار که نه یه همایشی هست در فکر دهه 80 به نظر من. حالا که همایش دقیقا همین سوال شما هست. درست. من همایش توضیح دادم. این سوال شما هم در توضیح همایش هست. یه همایشی هست به همکاری شهرداری محمدی و میراث فرهنگی ساراما. این دو به اصطلاح سازمان حالا اداره هر چی بشنش. درست. یه همایشی ساشته به عنوان معرفی خواجه مرشد. همایشی خب منم مقاله داده بودم و مقاله منم انتخاب بود و قرار بود که من بوده مقاله مطرح کنم و مطرح کنم. حالا همه من توضیح دادم دیگه جواب سوالش ما کل هست. منطقه‌ای که حالا در زبان عامیانه ما باشیم جهلاد و بالاد. درست. از زمان قدیم من یادم هست مثلا که دوستان ما بالادیه. دوستان شما که دوستان ما جهلادیه. این جهلاد و بالاد بعد من مطالعه کو همه چند وقت پیش یک کتاب در مورد غلات یا خلات به اصطلاح پاکستان. این جهلاد و بالاد از او در ریشه گرفته. او در هم هست جهلاوان بالاوان. شما اشاره کنم همون توضیح بدم ولی چون بگیرم توضیح داده اجازه بده من زیاد اطلاعات زیاد نمیه مختصره. خب شماها که در مثلا 69 این قسمت خوشک و فلان شان زندگی کو مایی که قسمت شما رو گو بالادی انگت هم فکر کنم تکتو که قدیمیا این مرزبندیش هسته یعنی از دزک به ایدیم خوشتشان بالادیه از دزک به آدمش گو جهلادی و انگت کلمه جهلاد و بالاد در فرهنگ ما شما هسته در از زبان بلوچی قدیم هم بوده جهلاوان و بالاوان که هر دو کلمات بلوچی. وقتی گوشین دزک منظور کل منطقه نه ای دزکی که معروف به داورپناه. دزک در زبان بلوچی قدیم یعنی بلوچستان غیر از پاکستان. دزک زمین گوشه بوده. بلوچستان حالا پاکستانیان بلوچستانی که بعدا برمان بلوچستان انگلیس مطرح بید و حالا شما ولی یک اشاره کو که در این مورد صحبت نکنم منظورم بس مسئله سیاسی نه فقط مرز به اصطلاح گوشن که در آن موقع مثلا آیان با دیگه فرهنگی دیگه چی بوده ایدیم دیگه فرق ایشانه که این که ما شما بودیم و جز ایران بودیم و انگه جز ایرانه و خب انشالله همیشه به عنوان ایران حتما باقی مانه ایشیش گوشت دزک یعنی مثلا اگر فرض کنید از کراچی یا از سند یا از فلان یک نفر پایستی بیاد ایران در قسم بلوچستان دیگه نباشید رو بلوچستان باشید رو دزک زنید. پس دزک کلمه کلیه. البته یه مقدارم برگردی به دژک. دژ کوچک. دژ کوچک. همیشه که بعداً تبدیل بود به دزک. نه فقط در دزک ما شما بلکه کلمه در جای جای ایران ما منطقه کلمه دژک، دژا و دزکه. خب مرکزیت هم همیشه بوده که الان ما شما حالا تاریخ هم شو بهتر از من زنه که بولمانه داورپناه معروفه که الان من وارد مسئله نبنده شما باید هم زنه. خب مرکزیت در ای بوده گوشن دزک یا دژ کوچک یا قلعه کوچک بوده
ولی این منطقه کلا به عنوان دزک بیشتر معروف بود و بین این منطقه این کلمه گیشتر کاربردی بود ها، یعنی همین منطقه که الان ما شما داریم بحث کنیم کاربردی گیشتر بود و اینا به کل مناطق دزک میشه. استاد محدود دیزدک تا کجا بوده؟ من فکر کردم که از کوهک به ایدیم تا کجا؟ تا نزدیکای گشت تا آه. سوران فلان چون این سوران مناطقی که این دو مناطق سرمانی از زمانه قدیم درست. البته بعدا خودشان مرزبندی بودن تو روستا پیم بود تا شهر پیم بود تا شهرستان بعد این مرزبندی ها از دست رفتن ولی قدیم این محدود کلا دزگزینی میشه. از که خدمت شما که خب در آن منطقه هم به هر صورت مردم در آن موقع کمتر زندگی به اصطلاح روستایی به معنای صاحب منزل یاد ما روستا و اشایر گوشه روستا گشتر جای گوشن که منزل مسکونی هست. درسته. در آن موقع آن منطقه دیوارزین به طور کلی یا مناطق دیگه هم به همین شکل حتی روستا بیشتر در زندگی در نخلستان بوده یا در حاشیه نخلستان بوده که یا لوگ بودن یا کاپار بودن جاهای بودن که زندگیش گفتن و حتی خود جمعیت هم زیاد بودن فضا کم بوده کم کم به فکر کردن که یه جایی خارج از به اصطلاح منطقه باغ و کشاورزی و نخلستان و فلان برای تعیین بکنن. در آن موقع حالا بحث اصلی هم شروع کردن که بیشتر مردم در سیاهان زندگی کردن. میشه که الان ما شما کوه سیاهان ابتدا زندگی در حاشیه کوه سیاهان بود تا زندگی به معنای اشاعری و زندگی به معنای بسیار روستایی ده بودن و روستا بودن بیشتر در حاشیه کوه سیاهان بودن. دلیلش این که مردم آن موقع یا دامدار بودن یا کشاورز بودن و قبل از کشاورز بودن دامدار بودن. خب دامداری طلبته که یه مقداری در خارج از مناطق کشاورزی زندگی کرد. خب یه قسمت دیگه که اگر یک فاصله بدیم بین ایشی و ایشی و این مطلب بعدی که من عرض کنم خیلی از سراوانیان با عنوان حالا سراوان باشم منظور دزک زمان سابق نه سراوان فعلی دزک قدیم بیشتر مهاجر بوده مهاجر از جاهای مختلف عده مهاجر بوده فرض کنیم از قسمت های مکران حتی عده مهاجر بودن از طرف آب از کشورهای آفریقایی مهاجر بودن عده مهاجر بودن از پاکستان به ایران یعنی از بلوچستان و پاکستان به ایران عده مهاجر بودن از کلات پاکستان به اصطلاح از دهواران پاکستان مهاجر بودن عده مهاجر بودن از افغانستان و ریشه های شما هم فکر کنم این مقداری به ارتباط با بودن بحثش نه این که چون من یک بحث چند وقت پیش در یک از کلاسان بکنم فامیل یه چیزی که بعداً سرمایشش داد اگه نه ابتدا هیچ کسی صاحب فامیل نبود ایشان از زمان رضا شاه به بعد این فامیل هم درست بوده اگه نه تمام یکی هیچ تفاوت بین انسانان نیست از نظر ژنتیکی چرا تفاوت هست ژنا متفاوته ولی ایشی که مثلا یک دیوش ما فلان قومه آیان پایین تره شم بالاتره آیان متوسطن چنین چیزی اصلا از نظر ژنتیکی قابل قبول نهیشه این فامیلان و این نژادان و اضافان و این عنوانا بعدا سیاسی دیگ بودن به افراد مثلا فرض کنید فلان پادشاه فلان شاه یا فلان کسی که یا مقدار وضعی بهتر بوده اطلاعاتی بوده شما گوشش تو خانه تو سرداره تو کت خداه تو فلانه شان تمام چیزانی این که بعدا برش هلک بوده لقب دیگ بوده خب یک عده از افغانستان یفته یه عده هم از خراسان یفته یه عده از ایران یفته یعنی چیزی که بررسی که من انجام داده نتوانیم بوشیم که بلوچان پهک از فلانجا با هم یفته نه چوش نه هر گروهی هر طایفه هر جای شاید حالا علت یحتی نمیشه بوده که اول یه منطقه خوش آب و هوای تری بوده نسبت به خیلی از جاهای بلوچستان
دوما یک محیط مناسب تری بوده برای دامداری و کشاورزی. ما مثال عرض کنم شما حالا شاید تو ذهنت نوید که زمان کوه سیاهان پر از درخت بنه و پسته کوهیه. همه زمان ما هست. همه الان شما از گوشت به سمت خاشک بروه باقی مانده جنگل های نسل های زمین شناسی و شما گنده همه بنیانه که گونانه به اصطلاح به قول ما شما به قول فارسی بنه به قول ما شما گون درسته. هم تک درخت نبوده نوادی جنگل بوده خیلی راحت همه دور شما هم این جنگل هسته؟ به آن شکل تک-تکی؟ جنگلی نه در سیاهان چرا؟ در سیاهان سیاهان من هستی، یاده ها؟ بله در سیاهان من یاده که ما گاهی نزدیکتر تنین خود رفتیم آه. اصلا درخت کسور و گون و حالا پسته کوهی و دولت زن و اصلا هستن در همه بودن جنگل هست مردم استفاده کن. بعد متاسفانه دامداری از بین بوشانه یه مقدار هم اونان سوختشان یا مصرف کو باش کن مثلا بازار بهار بوده اون سوخت کسی هم مانع نه ولی این گونایی که در بین گوشت و خاش هسته شما پرپشتر تا از زمان و یعنی تعدادش بیشتر کم کم از بین رفتن فلان و شما باید گویایش این که این منطقه جنگلی تری بوده منطقه پرآبتری بوده مراتعشان بیشتر بوده مردم هم از جاهای مختلف بیره یک دیشی بوده یه دی هم ممکنه مثلا کسانی بوده که از قسمت های دیگه حالا به هر دلیلی آن گوش مناسب ندیسته از گوشته ایده جای زندگی کنه یه ایده هم که حالا شاید بیشتر من توضیح بدم چیه به خاطر پیشرفت مسائل دینی و علم و دانش به منطقه هست احساس کنم مثلا مردمان شاید یه مقدار از نظر مسائل دینی اعتقاد دینی ضعیفتر زمانهای قدیم حالا کرد مثلا 1000 سال قبل خب بیاهتن برای تبلیغ مسائل دینی بیاهتن برای رشد مسائل اخلاقی رفتاری اصلا هدف بوده که بیاین و علمای زیاد ما را هست در کوهک در ناهوک عضلتون در ناهوک هستن در جال هستن در محمدی هستن در سورا هستن اکثر جان مقبرانش هستن شما علمای بودن که یعنی که باعث پیشرفت علم و دانش بودن یکی از دلایلی که سراوان آن موقع معروف بوده من در این موقع نظر ندارم در آن موقع معروف بوده شهر علم شهر دانش شهر فرهنگ وجود همه بزرگانی بودن که یعنی برای شکل علم و دانشش تقویت کنه خب یک گروهی حالا برگردیم باز به سوال شما تمام حاشیه برگردیم با سوال اولی شما یک گروه از خراسان یهتن به منطقه سیاهان که من به اصطلاح شجره‌نامه‌ای که مطالعه پرتا و جای مختلف حالا بعضی شفاهی بعضی کتبی ریشش برگردیده بزرگان دین در خراسان این مهاجرت چه زمان صورت گرفته؟ حدود یک کتابی که هست که من یه وقت مطالعه کو 400-500 سال قبلتر این مهاجرت صورت گرفته حتی در بعضی جای کتاب من مطالعه کو حدود 800 سال قبل اما در صورت بین 500 تا 800 سال قبل چون تاریخ شفاهیه دیگه درسته نه تا یه جای در یک کتاب من نوشته که یک کتاب به اصطلاح در کراچی چاپ بوده در سنه فلان چاپ بوده این در رابطه با همین مهاجرت هم در رابطه با همین مهاجرت چاپ بوده نوشته که مثلا بعد که بیا مقایسه این که با تاریخ هجری خورشیدی نزدیک 400-500 سال و اگر به اصطلاح پیرکان آیه هم سنش اضافه بکنیم به این شکل کسی که کتابی نوشته حدود 700-800 سال قبل دید شان یعنی در قسمت سیاهان زندگی کنه هم در صورت منتها زندگیش فرهنگش به اصطلاح بین فرهنگ خراسانی و بلوچستانی بود چون با فرهنگشان یهتن هدف تبلیغ دین و عرفان بیشتر یهتن حتی منطقه به دور جمع بود عنوان علما و عنوان عرفا و عنوان یهتن داد بعد از مدتی حالا مردم گردن دنبالشه که در صورت کسی پیدا بکنه که مقدار مسائل دینی مسائل اخلاقی مسائل علمی بهش آموزش بده یکی از این واژه‌ای که حتی به نام ملا موسی یعنی هول همه مهاجرت خراسانی هم بودن مهاجران خراسانی هم
در منطقه زندگی که میکنم منطقه یه روستای خیلی کوچکی الان روستا که نمیبوشه منطقه شهری به نام ناقتول من وقتی گوشم ناقتول برای بعضی ها که در آن منطقه زندگی کنه ممکنه کلمه سنگینی بگی نشکتایش ولی من چون مدرک هست ایشی گوشم و بنده خدای در ها موقع از منطقه آسفی شمود کشاورزی کرد یا سنداتی بید جند مقدار سنگمه جندی این دید روی یکی از سنگا یک نوشته هست قدیما در حدود 700-800 سال نوشته روی سنگ هست وقتی هم فکر کنم سواد نبید زور این سنگ یا ایدادین پیش داری در صورت از سنگ من دیسواتم منطقه در اختیار ماج نهشت غیرت باشه که شاید من به نوعی که من بعد دستان تعریف کنم زی حقیقتا که سنگ باید به نوعی من هم از یک هزار که باید سنگ در اختیار دیگه نهشتش منطقه عکسی من گفت عکسی با من هست عکسی با من هست بنا نمودم یا بنا کردم همچین جمله من موسی ناقتول را سنه فلان عکس با من هست یک روستا اجواش کرده به نام ناقتول انگل هست تو یحته ایده این روستا ای وحدی بشه نیتول نیتول چه کجا دیگه روستا؟ بالای اسپیش بالای اسپی آثار قبرستان آثار جا انگل هست روستا هم انگل هست عکس هم دست من هست این وحدی بشه ناتول نیتول وزود نیتول معروفه شما دیوار زمین آسپیش داره منطقه بشه نیتول کجاییم تا پیش داریم بالای پاسگاه تا کوسی اما اصلی چی؟ ناقتول بوده ناقتول بعد من مدت ها مطالعه کرد یه سری که کلمه ناقتول یعنی چه فارسی بلوچی بلوچی که نه چون آن موقع آواجه کرده گشته بسیار فرهنگش فرهنگ خراسانی بوده و به زبان فارسی گیشتر یعنی کل کتابش هم که من هستیم قضیه فارسی اصلا بلوچی نه بعد ناقتول را بررسی کن مثل ناغان مثل ناهوق ناغان درسته ناهوق درسته ناق به معنی چشم ساره در زبان فارسی دری زمان قدیم زمان اشکانیان در کتابان نوشته ناق به معنی چشم سار وشی هم که ایده دوتا اول چشمه ایش جتا ایده ای گوشتایش ناق باید تبدیل بوده به نی طول به دو سه معنی احتا در زبان بلوچی یکی معنی نیزار هم بید و نه هم انگد هست بود طول معنی نیزار هم بید زبان بلوچی در زبان بلوچی فارسی قدیم نه فارسی فعلی درسته انگد او آثار نه در زبان بلوچی قدیم تر و فعلی به معنی شغال فارسی هم یه طولک درسته به زبان هم به معنی طلا هم در بعضی جا هست انگه در زبان بلوچی طولا هم گوشه گیرید حالشان چیزانی که من حدس جنم چون در جای ننوشته که ناقتول به معنی چشم سار برداشت من تحلیل من تحلیل من که چند کتاب مطابق و با واقعیت هم صدق کن یعنی یک چشم ساری بوده در چشم سار هم نی بوده و هم بسیار طولک زیاد بوده بیاوان بوده فلان یعنی دوزده بید ناهوک نه ناهوک منطقه چشم ساری بوده حیوان خوک و گراز و فلان هم زیاد ناغان ناغ به معنی چشمه یعنی جایی که چشمه خیلی زیاد به مرور زمان پر تغییر خورده دیگه مثل زبان بلوچی که من الان در اخبار کنم مواد هم زانن که نصف زبان فارسی چرا؟ چون ما یک عمر داره درس دیم با کتاب این سرکار هست با فارسی این سرکار مواد هم نفره که مثلا یک کلمه به زبان بلوچی ما وارد بید یا انگلیسی وارد بید یا اردو وارد بید ولی خب چون سرکار این با کتاب و با مشق درس هست جنوالی معلمی دارد شما هم
برطرف کردن نصف کلمات غیر فارسی. دیگه بوته دیگه چی درست شد. درست. مثل زبان فارسی که عربی هم هور، انگلیسی هم هور، ترکی هم هور. هست نه طبیعت هر زبانی از کناری در هر صورت یا دند یا گی اچھا و بلوچی ما شما گرفته از زبان فارسی ها. و بعد یواش یواش مردم پی که روسا بسازن یعنی منزل بسازن این وجه هم وقتی اصلا وفات کن مولا موسی مولا موسا وفات کن ته مولا موسا هم واجه مای واجه مای وفات کن شما ادناس لیما مولا موسی بله درست واجه مای بعد وفات کن شوکی کسانوی اندازه 7 سال گشتری نبید منتها خب در آن موقع عرفان خیلی در منطقه بسیار برتر بود الان از پاکستان و هندوستان و بلوچستان شن نیازی بی که کسی در هر سود بی آن موقع مثل نبود که کلاس تشکیل بی مثلا یک کسی آموزش بده آن موقع آموزش فردی بوده درست یعنی جناب علی وقتی گفته برای درس وارد کلاسی نبود یک مولای پیدا کرده یک عارفیت پیدا کرده یک صوفیت پیدا کرده پناهگاه تلمس کرد و تو بوده شاگرد یا هم استاد تو شبیه چیزی که الان در بعض از حوزه علمی هست حوزه علمی هم الان به فرم کلاسه ولی حوزه علمی قدیم دوسته آموزش فرد به فرد بوده مثل نهضت سعاد آموزش استاد ولی شما این شجر نام رو داری الان آوتا؟ عرض کنه خدمت شما هم عرض کنه متوجه به درست بعد این واجه چی بید مثلا بید منطقه دنبال کسی گردی که حالا ایده دو قول هست یک قول عرفانی که من چون اطلاعات نتوانم او که تایید بکنم یک قول عرفانی یک قول هم قول معلمی شاگردی این واجه گردی دنبال کسی که برو درس بید درست این واجه نام هم بی محمد و معروف الان به خواجه محمد حاج محمد و اما کلمه مرشد یک از کلمه عرفانی بود و این واجه الان معروفه به واجه مرشد قبلی شما حتما رفته نیست رفته این واجه مرشد در ما مولا موسی نیست اما مولا موسی چوک مولا موسی بود چوک مولا موسی چوک مولا موسی پس سوال بعدی میشه درباره واجه مرشد خبر کنی یک کمی درباره واجه مرشد هم یک کمی کنی باشه بینندگان ما را باشه آگاه کنی بعد این واجه از عرفان که البته من یه مقدار مطالعه هم در مورد کتابای جامی کرد اورنگ شاه هندوستان یه مقدار مطالعه اون کرد تقریبا یک نیمچه تایید من کنه گپا مثلا در اورنگ آباد هندوستان و در کشور هندوستان عرفا گویا با هم یک نوع تلپاتی های با هم دیگه بوده او در یک چی واژه اعلام میکنم که یک کسی در گزک زمین هست که یتیم بوده ولی توانایی هست که رشد بکند و باید بره از اورنگ آباد هندوستان البته اورنگ آباد ما تا نزدیکای رفته دیسته چه پادشاه هم هست مغولی اورنگزیب درست باید بره گزک و چوکه که 6-7 سال گشتیدن پیدا بکنه و ایشی آموزش از عرفانی گفت مرتعیده یعنی که بادی عرفانه اما از آمیانه من شما یک حالا من هم وقت عرض کنم نقل قوله چه نقل قوله آواجه گویه یت در کتاب البته نوشته من دیگه در کتاب نوشته در کتابی هم هستیم که جملات بیسیک نوشته خوب نوشته دیگه حالا صحت سوقی من نزانم تایید آواجه یه تو در سب همون قلعه سب یک از قلعه معروف بود یه در قلعه سب و همون ساکن بید الان مقبره جلوی قلعه سب به نام حاجی صاحب رفته؟ نه رفته ولی مقبره اون نیست قسم که مقبره که تو درست رو قلعه آده دی با باغان کپی؟ ها دی با در قلعه کجا دیمه؟ آدم تر برای گوشم تر درست در مقبره حاجی صاحب این واجه شروع کن به
درس داد. یعنی همین آقای تربیت کردن واج مرشده. تربیتی کردن واج تو بی تو فلان بی تو داماد وتی کن. درست. یعنی واج مرشد داماد حاجی صاحبه. درس. ما بود در مورد واج مرشد توضیح. درست. و هم یعنی شما این منطقه مردمان هم با قسمت خیلی علاقه است. 100%. از قدیم من شاهد بودم. درست. از قدیم نه حالا. مردمان شما که رفتن. خلاصه بعد واجه دیگه تو سنی بالا دیگه یعنی واجه مرشد دیگه رسید به حدی که دیگه وقتی صاحب کرامت رو علم و دانش و کرامت شد. و با این شکل زحمت وقتی کند دو واجه مرشد و دو دواری یکین دوار به اصطلاح چوک حاجی صاحبه نامی بیبی دنی بیبی دنی. یک دواری دو چوکلی درسته. یکین چوک نامی بی شیرین مات نامی هم شیرین درست. ولی واج مرشدی مات نام هم شیرینه. شیرینه به خاطر احترام به مات چوک نام هم شیرینه. بین مجموع ما رسم زبان بلوچی نه فقط در بلوچی در خیلی از فرهنگ‌ها رسم میشه. یک مردین چوکی هم به نام حسین. حسین همشین که گوشنتی حضرت صاحب واجه مایو حضرت صاحب و شیرین یا خدیجه دو نام بروی نام اصلی خدیجه بی بعد چون ماتی به صلاح به مات و که لاغه بی بانو مات تاورکن گوشیتی شیرین. شیرین بیبیه بیبی منه. درست. بیبیه بیبی شمایو بیبی منه شیرین. اب حسین کی مردی چوکیو مردی چوکی بی حضرت صاحبو حضرت صاحب واجه مالی شیرین ماله. بعد شیرین در صورت دیگه شان تو بعد دیگه دواری بی که دو چوک از دواری بی دو چوک مرده که از بیبی دنی به صلاح نه از چوک حاج صاحب نه یکی بلالی بی یکی حبیب یکی نسلی در سورانه یکی نسلی در سرشهران نیرسانه. این دیواری که سوران منطقه شمی نسلی؟ همین نسلانه. خب بعد درس کنم خدمت شما که واجه مرشد کشی بیدیه چوکن تو بنده در صورت مردین چوکن گشتر رن منطقه به اصطلاح گورناگان و ماشکید و بمپشت و دهک و حالا در سرامان شست یک نسل در نسلن چو با هم زادوله بکنن دیگه گورناگان ماشکید بمپشت و دهک رن هم شده پخش بند جنین چوکی یک تعداد باز آسپیچ محمدی پر زندگی کن مرد آده جنین چوکانی هم که دهواریان محمدیه ماها به صلاح. خب واج مرشد غیر از شکل حالا در میاد فکر کنم معرفی کافیه نه بقیه سوال شما بپردازیم دیگه شما یک سوالی در مورد همه دنبال محمدی و شما درسته واج مرشد خب بوشن مردم جمع بین دوروری که ما لوطه یک روستای پیم کنه قلعه پیم کنه تو هم عالمیه عارفیه فلانی مال کن قلعه محمدی حالا من نمیدونم شما دیسته یا ندیسته فعلا متاسفانه خرابش گفت مسیر دشتو کپی فکرم ورودی دشتو که دی محمدی دیستم فکرم این البته تخریب بود از دور مسجد ما زندگی کرده دیگه کلا زندگی همه قلعه بود همین کار کپی نه تکور نه نه سرات از ده کنار مسجد جامع محمدی تخریب خب ما دیگه زندگی به همه قلعه بسته کاملا واج مرشد یک نقشه ای قلعه پیاده کشی قلعه کاملا دو طبقه
در زیر طبقه بین این کوچه و کوچه ساوات هم کلمه فارسیه ها. ساوات چی بود؟ سابات سابات و ساوات در بلوچی زیاد در جهلا زیاد بکار روبرن مثل دیوار زمین. در ریاض زنگه دوشن ساوات درسته. در کوچه هایی که هوا گرم بود تا موقع به علتشی که مردم ها مخصوصا جنینان رفت آمد کنن تو که مردم گرمش میدی کمیر بودی یعنی بین این کوچه و آن کوچهش یک طبقه اتاق ساخته سقفی نساخته چون ما که باید سقف جنه مثلا فرض کنیم میشه دیوار ایدمه دیوار آدمش هم یک کوچه بالای کوچهش یک طبقه ساخته ایشیش گوشته سابات یا ساوات کوچه تو بارک بوده دیگه بارک بوده الان تو شما یزبره یزیان کلان شمشون سابات درسته همچه به صورت همچه عثماننده بعد ایشی طراحی طوری کرد که در الان قلعه محمدی در دروازه من یادیه موقعی که ما مثلا دبیرستان یک دیر رفته بوده 80 نگهبان بوده یعنی اما یک دو منزلی که من مثلا اتاقانش نزدیک دروازه تاش مسئول داشته این که آخر شب در دروازهش بست تو توهین سنگ هست پشت دروازهش بردن رفت آمد دیگه یعنی فقط یک قلعه فقط یک دره داره ما مثلا دبیرستان که وقتی برگشتیم بوده یک دیره در بستن بعد توار میکو آیا هم نزدیک کار ما فلانیان مثلا در بچه یا آخر شب کسی اجازه نداره که خارج بی داخل در انگت موزه هستن موزه سلام رفتی در قلعه محمدی مشابه همه در همه قلعه هم در دشتوک هست در ده هست در آسفیش هست زنگیان هست این صورت واجب توی این صورت نه تقریبا یه چیزای در حد کوچکتر در حد کستر به صورت محدود نه 500%. ولی قلعه محمدی محدوده یعنی هیچ دری دو دری برای دری برای مردینان یا دری برای جنینان و جالبه چون ما اون زندگی کرد طورشی و جوهترین بارندگی که بوده آب به بیرون از قلعه هدایت بود خیلی جالبه ها برای آن موقع این تفکر شما ترسته یعنی آب است قلعه آب باران کلی داخل قلعه آب جمع نبود قلعه توه نقشه مهندسی بود خیلی مهندسیه یعنی مثلا قسمتی که منزل ما یاد اگر شبان روز ما زیاد هور بود شما یک چکه آب مثلا یه جای آب جمع دارید طوری طراحی کرده شما یا داخل کوچه از کوچه جالب از داخل دروازه رده بتن آب رفته خیلی چیز جالبه یعنی حیف که قلعهش خراب کنه شما دنبال نرفتی بازسازی و مرمتیشون متاسفانه یک زمانی که عامل تخریب بود مواد بوده یادونه مثلا ما خب دیگه بعد یادم دراز شهر دراز قلعهش منزل واسه فلانش واسه ما شما زندگی نکنید بلی دیت مارک ما پالا منزل باش کنیم جلو ماش مثلا خراب کو اتاقش ساختمان شد بعدا متوجه بودیم که ای کاش مثلا ای کارش مکرد البته هست آثاری انگار تکتوک منطقه هست ها تکتوک منطقه ولی دیگه نگو متاسفانه خرابش قلعه دیگه زیر نظری دیزک بوده؟ نه قلعه اما به این صورت بوده که مثلا یه جای خان بوده یه جای سردار بوده یه جای کت خدا بوده ایده چی بوده؟ بوده سردار بوده سردار بوده سردار بوده مثلا خانم وسعت به اصطلاح چیش گیشتر بوده سردارم باز وسعت کمتر بوده مثلا در بزک در محمدی در فلان بعدن که دوره قاجار بود و بعد از دوره قاجار دوره پهلوی بود شانش تقسیم بندی به همین صورت کرد مثلا خان دیدی خان ایشی شهروزایتی بود سردار باز ایشی شهروزایتی در آن منطقه خیلی وقتش زیر نفوذ خانا قرار نداشت به همین دلیل هم درگیر بودن و شهیدش کردن بخاطر زیر نفوذ نرفتن بعد مثلا آن موقع مالیاتش گرفت مالیات به عنوان 10 معروف بود نه به عنوان مالیات مثلا از هر 10 من گندم باید یک گندمی برو به حساب خان هم چون میکنم دنتی باز مثلا بنپور چون میکنم دیندن کرمان تا موقع به کرمان رسته دیگه بکنم از 10 کیلو نیم کیلو گیشتر آن موقع مالیات به یه شکل وصول بود باز یه مقدار باز کت خدا بودن حالا چون مرحوم
اعتماد به مدت کت خدایا دیگه ما دی مثلا مردمان یا ارداد بازشان جمع کردن دادشان سرداران جمع کردن خانه یک سیستم اداری جسته به این شکل نمی‌کنه. سیاست مراتب بوده سلسله دیگه. در از زمان حالا در صورت این ولی ما نقض کنیم درسته. ولی لازم بوده که در سه کسانی ولی سری کارهای انجام بدن حالا بعضی درست انجام داد و بعد غلط انجام داد تا یک بحث جداگانه ولی در از صورت برای اداره مملکت اداره کشور یه سلسله مراتب باید دیدی و به هیچ کجا جنگل نه که درسته. دارم موقع به شکل بوده حالا درست عمل بوده بعد عمل بوده دیگه جوابگو وقتش هست دست در نکنم. خواهش خوشحال بیتی. خواهش کنم.